چرا جوانهای امروز روی یه ترندی مثل کیپاپ کلید میکنن و در اینجور مواقع پدر و مادرها بهتره چیکار کنن؟ نوجوانهای امروزی دورشون پر از ترندهای جدیده، از کیپاپ و استایلای فشن گرفته تا چالش‌های وایرال تو اینترنت. یهو انگار کل دنیاشون حول یه چیز میچرخه. بیوقفه راجبش حرف میزنن، ساعت‌ها آنلاینن و انگار توی دنیای دیگه زندگی میکنن. این وضعیت میتونه برای پدر و مادرها گیج کننده باشه. ولی قبل از هر واکنشی بهتره بفهمین واقعاً پشت پرده چه خبره. تو دوران نوجوانی مغز هنوز داره رشد میکنه، مخصوصاً تو بخشایی که به هویت، احساس تعلق و پاداش ربط داره. نوجوانا دارن سعی میکنن کشف کنن کی هستن، به کجا تعلق دارن و چی بهشون حال میده. ترندایی مثل کیپاپ بهشون یه حس کامیونیتی و تعلق میده. طرفدارا یه چیز خاص و مشترک با هم دارند و این هویت مشترک کمک میکنه حس کنن دیده میشن و با ارزشن. چیزی که از دور شبیه قفلی زدن و وسواسه، در واقع یه روش برای کشف هویت و احساسات تو دنیایی که براشون مبهمه. ولی بعضی وقتا این هیجان دیگه شورش در میاد. اگه نوجوانی شروع کنه بیش از حد آنلاین باشه، درس و مشقش رو بپیچونه، کمخوابی بکشه یا از دوستا و خانواده‌اش فاصله بگیره، یعنی اون علاقه دیگه تبدیل به یه جور فرار از واقعیت شده. وقتی اینجوری شد، پدر و مادرها نباید هول کنن یا سرزنشش کنن. انتقاد یا مسخره کردن علاقه‌مندی‌هاش فقط باعث میشه ازتون دورتر بشه. به جاش با آرامش و کنجکاوی با قضیه برخورد کنین. ازش سوالایی مثل این بپرسین: چیه این گروه اینقدر برات جذابه؟ یا چی باعث شده این ترند برات خاص باشه؟ وقتی سر صحبت باز شد، یواش یواش یه سری حد و مرزهای سالم براش بذارین. با محدود کردن زمان استفاده از گوشی و اولویت دادن به درس، استراحت و فعالیت‌های آفلاین تشویقش کنین که تعادل رو حفظ کنه. براش روشن کنین که این حد و مرزها برای تنبیه نیست، بلکه برای اینه که سالم و متعادل بمونه. کمکش کنین علاقه‌شو تبدیل به یه کار خلاقانه یا مفید کنه. مثلا رقص یاد بگیره، طراحی کنه، آهنگ بنویسه یا حتی زبانی که به اون ترند ربط داره رو یاد بگیره. وقتی نوجوانا ببینن که این شور و اشتیاقشون میتونه باعث رشدشون تو دنیای واقعی بشه، اون قفلی زدن و وسواس تبدیل به انگیزه میشه. مهمتر از همه باهاشون در ارتباط بمونین. با هم غذا بخورین، گپ بزنین و بخندین. نه فقط به اون ترند، بلکه به زندگی روزمره، احساسات و روابطش با دوستاش هم همیشه علاقه نشون بدین. وقتی نوجوانا حس کنن تو خونه درک میشن، دیگه تماما دنبال تایید گرفتن از دنیای بیرون نیستن. و اگه این وسواس هنوز خیلی شدید بود یا داشت روی نمره‌هاش و روحیه‌اش تاثیر بد میذاشت، به این فکر کنین که با ملایمت از یه متخصص کمک بگیرین. گاهی چیزی که شبیه وسواسه در واقع راهیه برای کنار اومدن با اذیت یا تنهاییه. پس دفعه بعدی که نوجوانتون کامل غرق یه ترند جدید شد، مثل کیپاپ، یادتون باشه که قضیه فقط خود موزیک، اون ستاره‌ها یا استایلشون نیست. قضیه سر ارتباط، هویت و احساس تعلقه. با کمی صبر، کنجکاوی و راهنمایی درست، چیزی که امروز شبیه یه وسواس به نظر میاد، فردا میتونه تبدیل به یه فرصت بشه. یه شانس برای رشد نوجوانتون و برای اینکه شما هم به هم نزدیکتر بشین. اینو بفرست برای اون رفیقت که امروز نیاز داره اینو بشنوه.